ما مردمی با شرفی خلق حوید تصمیم گرفتیم که همه کاوگاک‌ها را در این ماه مبارک، در این ماه پر از خیر انا خوش کنیم که ثوابیتش برای مردم حوید اینا نه اینا همش به خاطر الله در این ماه خیر اینا برفتن اینا همش کاوگا اینا مردم حوید اینا عبدالرحمن اینا نیشانی نه مونش میره مونش برا خیلی هم بچه ها تصمیم گرفتن که این چکو را بوی کنن اینا پایون هم پر از برف